میگن سالها بعد از اون تیری که مرزهای ایران رو کشید، بادهای البرز هنوز نامش رو زمزمه میکردند. آرش، کمانداری که با تیرش ناپدید شد. زمین خشک شد، رودها خاموش و مردم ناامید به دماوند پناه بردند تا از آسمون بارون بخوان. پیر کوه گفت تا نام آرش رو صدا نزنید آسمون دوباره نفس نمیکشه. پس فریاد زدند آرش پسر آذرآباد بازگرد. صاعقه آسمون رو شکافت و از دل باد و آتش پیکری زاده شد. آرش خم شد، مشتی خاک از زمین برداشت و به آسمون پاشید. سپید دم بارون بارید و از اون روز هر وقت باد از شمال میوزه میگن هنوز صدای کمان آرش شنیده میشه که مرز آسمون و زمین رو میکشه.